آقا اینا با خانواده نبینید، با خانواده نبینید. یو چطور بچه‌ها؟ عشقای دل، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. سلام بچه‌ها، خوبید؟ جانمان جور تکرای بچه‌چیکا خوب. بچه‌ها امروز قراره بریم اکسپلور اینستاگرام و کلی ویدیو اکسپلور اینستاگرام موسی، بریم ببینیم چی چیزایی تو اکسپلوراش میاد. قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم بچه‌ها حتما لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، بزن که بریم. رفیق بدمست. داداش این کوکا رو بده، من فاز هایده گرفتی دارم استوری احساسی میگیرم. ما مست نمی کنیم خب، ولی این شبیه یکی از بچه هاست به اسم موسی. ما که مست، ما چایی میخوریم. بچه ها یادتون میاد دیگه. تی با دستکش میشه به نامحرم دست داد، پس با کاندوم هم میشه رابطه داشت. شرکت کاندوم سازی جلال و برادران به جز خلیل تخم سگ، رابطه حلال با کاندوم جلال. مگه دست دادن با دستکش حلاله؟ بچه شما تو کامنت ها بنویسید میشه با دستکش تا نامحرم دست داده؟ فکر نکنم. حاجی دیگه حوصله هیچ دختری رو ندارم، حوصله این کارهای الکی رو ندارم. از فردا رژیم مکملم گرفتم، فقط پیشرفت، کارهای مهم زندگی. خوشگل ترین باشه بابا. الو سلام، چطوری عشقم؟ خوبی؟ قربونت برم. با دوستتی؟ نه این منیو. میخوام بریم بیرون. آره چی نداره؟ دوستت گو میخواد. نه آقا من نیومی، باور کن من نیوم. ما میایم. اشتباه شد. میایم. برای چی نیام اسکل؟ دختر آماده است. برای چی نیایم؟ نه باور کن خیلی بیشوری. بهتر اون رفیقی از پشت بیاد خنجر میزنه. خوبه ما موقع فوتبال بازی کردم اونجوری عکس هم میگیری یادگاری، وگرنه بچه‌ها اونجوری از پشت هم خنجر میزنن. جذابترین قسمت توی ظاهر پسرا به نظر شما چیه؟ قطعاً قد بلند؟ خیلی ممنون. از نظر شما جذابترین قسمت توی ظاهر مردا چیه؟ بنده خدا آجا خیلی داغ دیل داشت. شغلتون چیه؟ بنده تو کار رمز ارز، کریپتوکارنسی، بیت کوین. مای گاد. خدا رو شکر وضع مالی بسیار خوبه. چقدر موفقید شما. ببخش. خواهش میکنم. فرست. جک. چقدر قشنگ یادو در میاره. مونی. Of course. Thanks. Bye. ببخشید جک بود. ولی واقعا مثل کسایی صحبت میکنن که مثلا فارسی کم بلده و خوش به حالش. هیچ وقت یک کتاب رو جلدش نمیکنه. ولی دخترای این زمانه چقدر خوب پیشرفت کرده خدایی در میشن. یکی از دلایلی که این در نظرم یکی از فامیلاش بود، نمیدونم شویش که نه اینو فکر کنم 2 پیک بیشتر دادن. 10 ثانیه از دختر داره دید میزنه. حاجی اینا رو کی میکنه؟ 90% پسرا هم دقیقاً همینه. ما که از این کارو نمیکنیم. یار تمرینی فقط خود بگیر دیگه. لاشی مرد. کارسی اینجا وایساده بود. الان شد بعد چقدر لاشی بود. باشه بچه خیمه میریم چیزی کار نداری. بیا 5 لیره که فردا پس میکنی. فردا میتی؟ 5 لیره چی میکنی؟ 1 میلیون میتی بیا میارو بده. نیا همش مثبت 18 داره میاد. همه مثبت 18. استاپ. روی دروازه بازی چیه؟ دست نزد. کپی رایت بخوره. خود فکر کنم به دست. همین فقط. آره. هان نبود؟ خندم کنه کی؟ خوش به حال بچه‌های امروزی. خوش به حالتون که به آرزوتون رسید. من شوهر میتونم بیام. هر کی حرف بزنه اون تکون بخوره با نهار بگیره.
وای 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 بخدا میگم دارم قسم میخورم بیا یعنی یک بد بوی یعنی یک بد بوی جملهش سنگین واقعا جملهش سنگین ولی خداییش داره دقت که همش مثبت 18 بودن همش الان اکسپلورای از من نیا کنین همه مدعاییه همه مدعایی اوه اینا چقدر واقعیت آخه خیلی واقعیته این خیلی واقعیته در یکی مخورم نمیخوام اشاره کنم در یکی خیلی مخورم اول اسم تو بردار بجاش که بذارم مثلا من فاطمه میشم کاتمه اسم تعداد که چی میشم؟ خوش اومدید به کانال کستافا مهدی جان کهدی بد نیستن بابا آخه چرا که سلام ویپن خوب برای آیفون چی دارد؟ برای بازی میخوای در این نستا برای سوپر مارکت یعنی چقدر بچه های امروز چیزن راست کن چه لبایی داره خانومی لاله متاسفانه زبون نداره وقتی دوست دختر آلمانی داری Mach die Übung nicht alleine, mach die nicht alleine. Ich helfe dir. Ich habe einen Freund. Ich will dir doch nur helfen. Ich habe einen Freund. Okay. Okay, Hilfe. Freund! Mein Gott, Freund! Freund! Wo ist denn dein Freund? Wo ist dein Freund? نه اصلا قبول داری چه ماشینایی یه بار دیگه بذار بچه خوش تیپه خوش تیپه من میگم خوشگل داره بچه سلام گفت سلام نه بهش میگم بچه خوشگل و این چیزا همه یکیه خدا نیا فقط خوشگل بود دختره چیزشو خورد یه فکت راجع به دختره بهتون بگم اگه دختره بگه با دوستمم یعنی اون دوستش دختره ولی بگه با یکی از دوستامم یعنی اون دوستش پسره اگه دوستمه دختره اگه دوستامه پسره من چشم میذارم میشمارم هر کی زودتر ساکسا کنه اون برنده است 1 2 علی آروم علی دندون نزن یعقوب سلام بچه‌ها چونین باشین اون فاطمه رادار یه حرکت بیمه وزارت توپ اول از همه قراره یه حرکت بیمه میریم تو وای میست یعنی چه؟ یعنی میریم چقدر بار صحبت میکنه او روی تخت میخوای خود اولین کارنه روی تو بالا اول از همه اینطوری میپری آخ خب اینم از اکسپلورای موسی دیدید همش مثبت 18 بود همش یعنی خدا وکیلی فقط امروز آمد اونجوری شده همش مثبت 18 شده اکسپلور دیگه اکسپلور برای همه چیزا خب اکسپلور برای هم چیزای بستگی داره در چه چیزایی که تو میبینی خب بچه‌ها این بود از ویدیو امروز امیدوارم خوشتون اومده باشه اگه دوست داشتید اکسپلور رو تو کامنت ها بنویسید که بیشتر بریم لایک هم بذارید جایتون نره سابسکرایب عشق منید بای بای